سلام برابک، چطورید؟ امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از مزاحم تلفنی آقای کامران عطابکی که تو ماهواره خیلیاتون دیده باشید. حتما میخوایم بریم یه نگاهی بندازیم به ویدیوهاش ببینیم چه جوریه و مزاحم تلفنیش چه جوریه. بریم که با هم داشته باشیم ویدیو رو. عطابکی یعنی من فقط موندم همه زنگ زن مثل سگ خوشت ناز رو نمیری. آخه بابا یه حدی داره بابا، پس این گونه تو گام کن دیگه. هم 10 سنه شما میخواستم ببینم خیلی ممنون. شهامت داری راجع به اون صحبت بکن. راجع به چی؟ راجع به بابای باغبون. بابای باغبون؟ آره. بابای باغبون کیه؟ همون که آهنگشو پخش کردی باباش کیه؟ کیه سکوت کردی؟ باباش کیه؟ باباش خدای بزرگ مثل خودش روح القدس عزیزم. تو که حالیت اصلا نمیفهمی. برو تو اونا برات من راجع به اون مقاله که امروز تو واشنگتن پست بود خواندم. می‌خواستم نظر شما بگم. می‌خواستم بگم که شما اگر به عنوان رئیس جمهور بری ایران یکی از تعداد معتادین اضافه میشه. نه بابا. آها. تعداد معتادین. آدم شدن. نه اصلا بفهمی. سلام آقای. نه اصلا بفهمی. درسی با 2 مرتبه. چند مرتبه این تالا زنگ زده؟ 10 سنه بفهمی. عطابکی حمایتت میکنیم. ممنونم عزیزم. 10 ثانیه بفهمی. آقای عطابکی بفهمی. سلام عزیز، حالت خوبه؟ سلام قربان شما. قربونت برم. قربونم سیبیلات. ممنونم. فدات بشم. سیبیلات. مشکلی تو؟ این که تو خیلی جدید نیست که همه اینو میدونن. 10 ثانیه بفهمی. آقای عطابکی این وقت شب من دنبال یه کوم میگشتم. 10 ثانیه بفهمی. 10 ثانیه ای بفهمی. بابا. کلاغه خبر آورد. خوش خبر باشی کلاغ جون. عطابکی کلاغه خبر آورد. موقع تو 10 ثانیه بفهمی. آقای عطابکی خیلی شبیه امام جمعه علمیت حسنی. اونه که کشتنش رفت بابا. 10 ثانیه بفهمی. جواب ارومیه. که مورد تجاوز کشیشای مسیحی قرار گرفتن سیبیلایی به این کلوفتی میذارن؟ حالا آدمیزادی چی داری بگی که استفاده میکنیم ما. 10 ثانیه بفهمید. خیلی دارم من همین بد شوخی فقط میکنم زنگ زدم که زنگ 10 ثانیه وقت بگیرم که به میشه برای 10 ثانیه کمتر مردم بتونم به شما بعد و بیرا بگم. خدا حافظ شما. ممنونم. درود بر شما بفهمید. آدم خوشخبر باشی کلاغ جون. 10 ثانیه بفهمی. آقای تو بگی شما عکسی با پیژامه نداری به ما بدی؟ عکس با پیژامه؟ آره خوشگل. عکس با پیژامه بهش میخوام. نگاه کنیم. 10 ثانیه بفهمی. خدای دمش کم چه جنبه‌ای داره، با حوصله میشینه به مردم جواب میده. من خوشم نمیاد. 10 ثانیه بفهمی. به من عطابکی منم ناصف هستم. کسی تا حالا به شما نگفته این سبیلای شما مثل دستگیره یا با هم سوارم میمونه؟ چرا داور بهم گفته اینو. 10 ثانیه بفهمی. دیگه زاری نگفتم بکن، گفتم بفرمایین دیگه. 10 ثانیه بفهمی. نگفتم گریه بکن دیگه که. زاری نه. حاجی خیلی جد. آدم واقعا با شخصیتیه که اینجوری میتونه جواب بده با حوصله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز اینا رو میگی منم وقت مساوی میخوام. رفسنجانی بابا. چی هستی؟ رفسنجانی. آها رفسنجانی هم مثل تو بیحال نیست که اون بابا. من رفسنجانی. شاق و چله است. 10 ثانیه بفهمی. جانم. آقا این سیبیلای شما اوریجینالی زرد رنگ بوده؟ نخه قربان اینا اوریجینالی مشکی بود، حالا سفید شده. نه زرده، گویا جایی رفته. دیدی حالا بی‌مزه. 10 ثانیه بفهمی. 10 ثانیه بفهمی. منزل آقای احمد نژاد؟ نخه قربان. 10 ثانیه بفهمی. آقا گوش تو منظور آقای احمد نژاد. خیلی ممنون. 10 ثانیه بفهمی. الو. بفهمی. سلام. سلام. این چیه دیگه؟ این چه کاره دیگه؟ دلنگش در رفت. این چی بود؟ کریکت خورخور میکنه. 10 ثانیه بفهمی. آقا عطابکی من فکر نکنم شما تا باهاش کش کرده باشید. 10 ثانیه بفهمی. الو. سلام آقای عطابکی، حالتون خوبه عزیز؟ من تو خوبم. واقعا من افتخار میکنم به شما که اینقدر قشنگ میگوزین.
نه دیگه اولاغ نگفتم بیان. بفهمی خواهش میکنم. داداش نه شما بعد هم نمیخوام، شما بفهمی. آقای عطابکی جانم. من میخواستم ببینم شرایط شما چیه؟ شرایط من منظور قربان؟ یه آقای هست شما رو پسندیده میخواست ببینه شرایط شما چیه؟ ای قربون و مامان جونت بری که چقدر حیف شد تو دولو نشدی مردی که احمق. بله ایشون هم با شما مثل قبلا دهن گفتم با کجا حرف میزنی نمیدونم شما بفهمی. درود بر شما عطابکی. درود بر شما عزیزم. آقای عطابکی این یک آقای چند دقیقه پیش به شما زنگ زد و منو خیلی ناراحت کرد. ایشون به شما گفت نمیدونم بی‌تعدتی کرد، به شما گفتش که نمیدونم با شخصیت شوهر برای شما بگیرم. نه هیچ همه کسی کلمه شوهر موهر نیبود. این رو به حال شما بر من ناراحت نشید. من خودم بزرگی هستم میتونم از خودم دفاع بکنم. شما بفهمید عزیزم. این آقایی که به شما زنگ زدن ایشون نمیدونن شما شوهر دارین، متأهل هستین. بله خیلی ممنون. امیدوارم که شما به خودتون خیلی افتخار بکنید که این نمک پاشی رو کردید عزیزم. مامانتون هم لابد الان خیلی خوشحال شده میگه وای بچه‌مو نگاه کن چقدر ماه خدا. بله بفهمید. اینم شعور بعضی از ما. بفهمید عزیزم. الو بفهمید. سلام علیکم. سلام بابا. چجوری میخواد بیاد کاندیدای رئیس جمهوری بشه تو ایران آجی؟ نه دیگه یه شعر داره نفر زیاد میشه نیومده امشب تا وقت الان با این نمیاد. اگه خوب حرف مطلبی بزنه. دارید بفهمید خیلی سریع که خیلی کوتاه. و خیلی البته کوتاه اینا بفهمید. کلا این شبکه رو ساختن که واسه همین بازدیدشون واسه همین که مزاحم تلفنیه. به شاخه‌های سبز شاد همچو گل‌های بهاری روز بله خب اینم ما داشتیم میرفتیم فکر کردیم که مثلا الان ایشون به عنوان فرزند آجی خیلی سم بودن خدا وکیلی. بعد چقدر خودش صبر و حوصله داره میشینه اینا رو با حوصله گوش میکنه، با حرفاشون همه رو هم جواب میده، هیچ کدوم هم ریجکت نمیکنه، همه رو جواب میده ببینه چی میگن. خیلی جالب بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین ویدیو رو و نظراتی داشتین حتما واسمون کامنت بذارید.